عوام مردم میگه از کی را قبول کنیم؟ این مولایی چیز میگه، این مولایی چیز میگه. بالله قسم عوام خدا خوب بیدار کن، در یک معامله دنیوی در تردد نافتادی. هر روز تلاش کردی که جنس جوپانی را پیدا کنی. اگر یک دفعه جنس غیر جوپانی در دست آمد، 4 روز بعد که خبر شدی که جنس جوپانی نیست، به 1000 حیله او را تیر میکنی، جنس جوپانی و اصلا به دست میاری. تو را بالله قسم یک روز به خاطر ترمیم دین خود، به خاطر تعمیر دین خود، به خاطر فهم دین خود قدم رنجه کردی، در درس قرآن حاضر شدی، در درس حدیث پیامبر حاضر شدی که باز شک و شبهه برات میاد یا نمیاد؟ کجا میاد؟ قرآن برای ما میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا. ای کسانی که واقعا دعوی ایمان داره، میگه ما مؤمن هستیم، به نظام الله عقیده داریم، اطیعوا الله، اطاعت الله را بکنی، و اطیعوا الرسول، اطاعت پیامبر را بکنی، و اولی الامر منکم، اطاعت صاحب امر بکنه. خب به شرطی که از جمع مؤمن باشه، به شرطی که از این جماعت مسلمان باشه. تا وقت اطاعت اینمی صاحب امر میکنی که از جمع مسلمان است، گپش از جماعت مسلمان است، سخنش از جماعت مسلمان است، اگر او عالم است، اگر او حاکم است. مفسرین اول الامر یا حکام میگیره و مراره و یا علما را میگیره، لیکن تابعداری از یا قید داره. قید کیست؟ منکم است، از جماعت شما باشه. اگر سخن گفت که او از جمع مسلمانان نیست، اینجا باز اطاعت نمیشه. ما میبینیم که سخن عالم ما به استناد دلیل از قرآن و حدیث استوار است یا سخن خیالی را گفته. ما پیر صاحب سعی میکنیم که او خوای خود به ما قصه میکنه، یعنی که از کتاب الله و سنت رسول الله برای ما بیان میکنه. بیایه امو مسائلی که براتون میگه، امو مسائل شما یک دفعه سوال بکنه که سند از این را بده. جناب عالم صاحب تو که کدام موضوع را من حیث دین برای ما شمار کرده، محکم مرا برای ما فتوا میدی که از یک مذهب برآمدی دره زده میشی. این حدیث است، قرآن است. این پیروی از یک مذهب با کدام استناد، با کدام دلیل؟ این صحابه کدام مذهب داشتن یا چه رقم کردن؟ ما و تو روان هستیم، چیزی که با ما و تو میگه گفتن فقط روان هستیم، دلیل طلب نکردیم. جناب تو مرا میگی این قسم ذکر بکن، در کدام کتاب اذکار در کتابای حدیث باب وسیع گذاشته میشه، کتابات تصنیف شده، برام ارائه کن که همین ذکر در کدام ذکر پیامبر آمده؟ ما روان هستیم، دنبک و دولک هم زده میشه، رقص هم میشه، هیاهوی و چیق در مسجد هم میشه، خود زدن هم میشه، بازم میگیم عبادت است، بازم میگیم این چیسته موجب ثواب است. به الله قسم اگر الله عقلت نگرفته باشه تو چطور پیروی میکنی؟ تو در روز قیامت به الله متعال چی جواب میگی؟ الله متعال از تو سوال میکنه. این طریقه عبادت، این عبادتی که تو کردی به نیت ثواب و به خاطر نزدیک شدن به ما، و شیوه و طریقه کی کردی؟ از رسول الله کدام سند داشتی؟ کدام نقشه پیغمبر در حدیث برات ارائه شده بود؟ یعنی که دنبال کسی رفتی و کس آرا و نظریات خود برات میگفت، تو را هنوزم میترسانید که سعی کنی بیادبی نکنی، در شانی ما کدام گپم نزنی که باز ما خبر میشم. از عقیده قرآن خلاف تو را میترسانه. آیا ضرر رساننده و نفع رساننده بلا اسباب کیست؟ امروز پیر صاحب تو را میترسانه، ملا صاحب تو را میترسانه. چرا بیادرک مسلمانم؟ عقیدت چرا فرا نگرفتی؟ باز به الله جواب میدیم. قرآن برای ما چی میگه؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بله الله ما را مامور به اطاعت الله و رسول مطلقاً کرده. اطاعت رسول میشه، چون چرا گفته نمیشه، سوال نمیشه. لما؟ چرا نمیگی؟ پیامبر عمل کرده و میکنم، ترک کرده ترک میکنم. این اتباع پیشم براتان تشریح کردم. بله الله متعال علیم است، خبیر است، حالات بندگان خدا میدانه، با پیامبر خدام آگاهی داده. اون در حدیث دیگه براتان میخوانم. اختلاف پیدا شده نیست، خامخا این را بودیست، ضروری است. فإن تنازعتم فی شیء، آلی اگر شما در کدام چیزی
نگفته در مسئله امامت، در مسئله جنازه، گفته در کدام چیزی که اختلاف و نزاعتان پیدا شد. تنازع میگه کشمکشه. من میگم از من طرف خود کش میکنم، از من حق است. او دیگه میگه نه از من حق است، او طرف کش میکنه. آلی فردوه الی الله، باز بگردانی همی اختلافه. کدام موضوع و چیزی که شما دیش کشمکش کرده، شما ای را رد کنی به سوی کتاب الله. به الله، کتاب الله حاکم است. کسی هم در این مورد نه و نو کرده نمیتونه. در هر فرقه که وابسته است پدری کس گفته نمیتونه که من کتاب الله را قبول ندارم. خیلی خوب، ما میلاد موضوع اختلافی است. یک تعداد در اطلاع جمع میشه، نامه و القاب بزرگم داره، شیخ الحدیث و القرآن و به سطح جهان عالم او را معرفی میکنه و میگه که این توری صحنه را آدم بگذاره. خب خیلی خوب، و این طرف میگه که مولوی صاحب متوکل را رد کرده رایست. به طور مثال علمای دیگر رد میکنه. در چورت تو فکر افتادی کدام طرف شو؟ بیایی که در کتاب الله روان شویم. کتاب الله میگه فردوه الی الله، به سوی الله رد کنیم موضوع را. به سوی الله چرا کم رد میکنیم؟ میاییم در قرآن کریم از پیشش سوال میکنیم میلاد رواست یا ناروا؟ قرآن بر ما صدا میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چندین جمعه است که این آیت میخوانم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. برادر مومنم در تردد نشوی. اگر واقعا مومن به این کتاب الله هستی، این دستور و فرمان کتاب الله است، از شخصی من نیست. این دستور کتاب الله است. کتاب الله برای تو گفت. کدام روز گفت؟ کدام روز؟ مجمعه بزرگ صحابه 90,000 نفری یا 120,000 یا 130,000 نفری از صحابه در میدان عرفات، پیامبر صلی الله علیه وسلم در شتر عزبای خود سوار و این آیت می آید که بعد از او پیامبر علیه السلام چیزی بالا 80 روز حیاتش در این دنیا باقی مانده بود. بعد از او رحلت میکنه، این دنیا را ترک میکنه. الله متعال اعلان میکنه الیوم اکملت لکم دینکم. کدام نظامی که شما پیروی میکنه، کدام نظامی که شما او را برای خود دیگر در آینده برای زندگیتان قانون جور میکنه، ضابطه زندگی جور میکنه، الله میگه ما او را کامل ساختم. پرزه مرزه باقی نیست، هیچ چیز دیگه باقی نیست. مفسرین نوشته میکنه در مورد آیات احکام بعد از این آیت دیگه آیت نامد. آمد ترغیبی و تخویفی و در مورد مسائل آخرت، اما در مورد احکام خلاص. الله متعال میگه این دین شما را براتان کامل ساختن. مسجد که کامل شوه، کامل کی میشه؟ که دروازش، شیشش، رنگش، کلکینش، فرشش همهش مهیا شوه و مردم بگوید که به مسجد تکمیل شد دیگه نمازخوانی را شروع بکنیم. دین تکمیل شده. کی تکمیل کرده؟ الله متعال. نظام از الله است، تشریعش تفصیلش محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه. از امو خاطر اگر کسی به یک نظام، به یک حکمی که در نظام الله وجود نداره قائل میشه کیام از دین است، قطعا مسلمان شمرده نمیشه. خیلی خوب، این نظام الله توسط پیامبر بر ما تفصیل شد. حالا اگر کسی میگه نه این حکم الله را ما به یک نقشه دیگه که خلاف نقشه پیامبر باشه پیش میبرم، غلط است، دروغ است و این در حقیقت تصدیق نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم نکرده. قرآن برات میگه فردوه الی الله و اتممت علیکم نعمتی، تمام کردم بالای شما نعمت خدا. معلوم شد کل نعمتی که الله اراده کرده بود توسط تکمیل دین برای ما تمام شده. ضرورت داریم یک پرزه دیگری را مولا صاحب ایجاد کنه، پیر صاحب ایجاد کنه، عرس فلانی، میلاد فلانی، بگوی چلی فلانی، جمعگی فلانی، روزی تولد فلانی؟ کدام؟ ما این دین ما خود تکمیل است. قرآن برای ما میگه و اتممت علیکم نعمتی. بعد از او برای ما میگه خب هشدار میده، خب ای بنده مسلمان بدانی و رضیت لکم الاسلام دینا،
نظام دیگه قطعا قابل قبول نیست. یهودیت است، نصرانیت است، اگر بودیسم است، اگر هندویسم است، اگر مجوسیسم است، اگر هر گروه دیگه است، خصوصا علمانیسم و دموکراسی الحادی که فعلا آمده، اگر تمایل به اون طرف پیدا میکنی، نظام اسلام ادعا نکن. برای شما اسلام چیست؟ اسلام چیست؟ دین چیست؟ الله میگه دین براتان تکمیل کردم. حدیث جبرئیل امین میایه به پیامبر اسلام زانو میزنه، ایمان پرسان میکنه، اسلام پرسان میکنه، احسان پرسان میکنه، و بعد از او پیامبر به عمر رضی الله عنه میفرمه اتدری ما هذا الرجل، میدانی کی شخص کی بود؟ و میگه الله و رسوله اعلم یا رسول الله، الله و رسولش میدانه. گفت هذا جبرئیل اتا لیعلمکم دینکم، آمده بود به این خاطر که برای شما دین شما را تعلیم بده. دین مجموعه ایمان، اسلام و احسان شد. ارسش در کل زندگی پیامبر مکمل تطبیق شده. ایمان عقیده، اسلام عمل، احسان اخلاق. از کجا عالمه بخیزم اخلاق پیدا کنم، بخیزم عملی پیدا کنم، بخیزم عقیده پیدا کنم. کدام؟ دین خود تکمیل شد. بیا چرا تکمیل شد؟ پیامبر علیه السلام اعلان کرد اونجا الا هل بلغت، مسائل بیان میکرد در حجة الوداع. باز میگفت خبردار آیا رسانیدم؟ صحابه میگفتم بلا. چرا یا رسول الله برای ما رسانیدی؟ پیامبر علیه السلام میگفت اللهم اشهد، یا الله تو شاهد باش که من دین رساندم. شما چه عقیده داری که پیامبر کدام جز دین برای ما گذاشته که بیان نکرده باشه؟ چه بگوی؟ وقت پیامبر مسئله استنجاره، مسئله داخل شدن قضای حاجته برای ما بیان میکنه. آیا اینطور موضوعی که موجب ثواب باشه؟ به اصطلاح خودی از یا 1 درهم هم مصرف کو با ابوبکر رضی الله عنه در جنت باشی. اینطوری را پیامبر ترک میکنه. ما کسایی که دعوای امامت کرد که پیامبر از دنیا میرفت، امام مقرر کرد خلیفه را، ما گفتیم عجیب است. یا به قرآن عقیده داری یا نداری. اگر به قرآن عقیده داری موضوع امامت قطعا ذکر نشده. اگر این قدر اهم بود چرا قرآن ذکر نکرد؟ چرا قرآن ذکر نکرد؟ اگر این قدر اهمیت میدادی. چطور قرآن مسئله استیزان ذکر میکنه؟ یک کسی که در خانه کسی میره، قرآن برات میگه که شما داخل شده نمیتونی تا وقتی که طلب اجازت نکنی. آیا موضوع امامت میگذاره؟ ما از این برادرای خود که داد از محبت پیامبر میزنه سوال میکنیم آیا پیامبر از این موضوع خبر بود، آگاه بود یا نه؟ این ثواب داره یا نه؟ اگر آگاه بود بیان کرد یا نه؟ اگر بیان کرده سند بکشه، اگر نکرده شما از کجا پیدا کردی که موجب ثواب است؟ یک چیزی که ثواب سرش مرتب میشه با واسطه چی معلوم میشه؟ وحیه. با واسطه چی معلوم میشه؟ تو از کجای ثواب پیدا کردی؟ باز مقداری ثوابه. مقداری ثواب امر توقیفی است. توقیفی فقط گوش به شریعت میمونی که چقدر بیان میکنه، از او 1 درجه بالا نمیشی. در حدیث برد آمد جماعت، نماز با جماعت 25 درجه 27 درجه افضل است. پدرم گفته نمیتونه که 30 درجه. این به واسطه وحی معلوم میشه. تو جناب احادیث موضوعی را به مردم بیان کرده رویست. گاهی آدم قطع ابوبکر در جنت میکنی، گاهی قطع عمر رضی الله عنهما. این از کجا گفتی؟ کدام وحی پیغمبر جدید آمد؟ این را برای تو بیان کرد؟ بیا پیغمبر علیه السلام بعد از او در هر جمعه براتان گفته میشه فإن چیست اصدق الحدیث کتاب الله و اصدق الهدی هدی محمد و شر الامور محدثاتها. بدترین کارا چیزایی که پیدا کرده شده است، مردم از جان خود جور کرده. بعد از میگه کل محدثه بدعه، هر چیزی جدید در دین. قید در دین به خاطر میمانم که حدیث دیگه امی گپ میزنه، یکی بدعت در دین است، یکی بدعت برای دین است. فرق میشه. اینا باز تشریح میکنیم ان شاء الله در جمعه های دیگه سریزی گپ میزنیم، چرا که ذهنتون خلاص شود. بدعت لغوی و شرعی فرق داره. و کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی است. در روایت نسائی میاد و کل چیست ضلاله فی النار، هر گمراهی در آتش جهنم است. بیا پیامبر علیه السلام اعلان کرد. عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین میفرماید
من احدث فی امرنا هذا، کسی که پیدا میکنه در دین ما که اینمی دین است. علمای عرب هذا اسم اشاره برای محسوس بالبصر است. یک چیزی که دیده میشه به ایسات به اشاره کنم اینی سات کلیتان دیده میتونی. دین خو مجموعی کلی نظام است، او خود دیده نمیشه. علما نوشته میکنه که بله قطع هذا اشاره به آن چیزی که در بیرون محدود شده باشه، منضبط شده باشه، به موم اشاره میشه. از او خاطر دین رسول الله منضبط شده بود، محدود شده بود، همه گپایش پلوانایش بلند شده بود، آلی ضرورت به دیگه چیز نداره. پیامبر میگه که بعد از این دین کسی چیزی را احداث میکنه ما لیس منه، آن چیزی که از دین ما نیست، از دستور ما نیست، فهو چی است؟ رد. من عمل عملا لیس علیه امرنا، کسی که یک امر انجام میده، کار انجام میده و دستور ما در اون مورد موجود نباشه چیست؟ فهو رد، او مردود است، او مردود است. بله اختلاف کو پیدا میشه. ما عقیده داریم که دین ما کامل است، دیگه به پرزی جدید ضرورت نداره. عرباز ابن ساریه رضی الله عنه بعد از اینکه و حدیث طویل نقل میکنه که پیامبر نماز خواند، روی مبارک طرف ما گشتان و بعد از او وعظی را کرد که از او چشما آب دیده پر شد، قلبا را هیبت گرفت. یک شخصی برای پیامبر میگه که یا رسول الله این وعظ مثل وعظ چی است؟ وعظ وصیت واری است که بعد از او از دنیا انسان رحلت میکنه، چیزی برای ما بگو. پیامبر در جمله گفته شدگیایش و چیزایی که فرمان داده گفته فانه من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا، یقینا کسی که زندگی میکنه بعد از ما اختلافات گوناگونی را مشاهده میکنه. در هر تاریخ ما اختلافات گوناگون مشاهده میکنیم. یک جماعت یک طرف روان، دیگه جماعت دیگه طرف روان، پشتی کی بره؟ اختلاف خو وجود داره. پشت کدام ملا بریم؟ پیغمبر آدرس داده گفته برای ما پشت امام شافعی رحمه الله بره، پشت امام مالک بره، پشت امام ابو حنیفه بره، پشت احمد ابن حنبل بره، یا پشت یک عالم دیگه رحمت الله علیهم؟ گفته برای ما کسی سند پیش نکرده، کسی هم گفته برای ما پشت فلان گروه بروی، یک نشانه را گفته باشه. پیامبر میگه فعلیکم بسنتی، لازم است بالای شما طریقه ما. طریقه پیغمبر کدام است که خود انجام داده یا بیان کرده؟ عجیب است. امی دوستا برای ما یک دفعه نشان بده که پیغمبر بیان کرده باشه که میلاد اینی قدر ثواب داره، یا میلاد کاری خوب است، یا خود عمل کرده باشه. و بعد از او فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. پیغمبر برای ما وصیت کرده در این طور مواضعی که اختلاف پیدا میشه پیروی از طریقی خودی پیغمبر علیه السلام، بعد تلاش کنیم جستجو کنیم کدام راه پیغمبر است، در کدام مورد امر پیغمبر علیه السلام صادر شده. و طریقی خلفای راشدین و خلفایی که راهیاب هستند، المهدیین که برشان راهیابی داده شده، الله متعال واره راهیابی نصیب کرده، ما را امر به او کرده که ما او را میریم. امی موضوع را یک دفعه در سنت رسول الله تدوین شده، در مجموعه کتابا تحریر شده، ورق بزانه یک حدیث در این مورد پیدا نمیتونه که پیامبر امر چی را داده باشه؟ بگه امر میلاد داده باشه، ترغیب داده باشه و یا خود عمل کرده باشه. کسی با دوربین هم پیدا نمیتونه. بعد از میریم خیلی جناب محترم بیه که عمل کرد و زندگی خلفای راشدین او را هم ببینیم. بیایا بر ما پیدا کنه. بله اگر نه که فاطمیین، کسانی که خود منصوب به فاطمه را در آنها میکرد، سید خود معرفی میکرد، در مصر حکومت گرفته بود و بدترین طبقه در مصر حاکمیت پیدا کردن برای تخریب دین، مردم فریب میدادن. او مردم گپا را پیدا کرد. اگر واره خلفای راشدین میگی دیگه باز ما قطعتان بحث نداریم. ما خو خلفای راشدین مشهور است، میشناسیم، ابوبکر است، عمر است، عثمان است، علی رضی الله عنهم. اگر یک کدام خلفای راشدین دیگه داشته باشه و او را پیروی میکنه او جدا مسئله است.
با شخص با انصاف امی قدر کفایت میکنه. انشاءالله این موضوع را دنبال میکنیم. شبهات و استدلالاتی که یا دارن انشاءالله یکه جواب میدیم. البته این بحثای ما نه تنها در موضوع میلاد بلکه در تمام بدعت ها انشاءالله مفید است. ما باید به خود قاعده داشته باشیم دوستا این بحثا را نشر بکنه، برسانه، به جوانا بده. مردم ما بیچاره خبر نداره، آگاهی نداره، از دین خود هیچ معلوماتی نداره که دین چه مفهوم داره. در پیش هر کسی نمیتور کلی خود گرفته. یک کسی که به نام محبت پیامبر چیک زد وی 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 میکنه، یا خو خیلی محبتی قوی داره ولی طریقی محبت با پیامبر کدام است؟ صحابه چه قسم اظهار محبت با پیامبر کردن؟ او را باید بشناسه. هر راه موصل و رسیدنی برای الله نیست، برای تقرب الله بجز از راه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه کل راه بند شده نمیرسه. هر عبادت ما مورد قبول الله زمان قرار میگیره که او چی باشه؟ بگه او با طریقی پیامبر علیه السلام باشه. عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه میفرما، این حدیث به خاطر میگم که مربوط امی بحث ما سگر چی وقت ما تیر شده. و میفرما انه لم یکن نبی قبلی، یقینا پیامبر علیه السلام فرمود نبود یک پیغمبر پیش از ما که تیر شده باشه در امت خود الا کان علیه، مگر بود ضرور بالایش، واجب بالایش، لازمی بالایش ایدل امته، که دلالت و راهنمایی بکنه امت خدا علی خیر ما یعلمه، بخیر و بهترین آن چیزی را که پیغمبر میدانه. یک پیغمبر کدام امر خیر که قطش باشه او را برای خود پنهان نمیکنه، ذخیره نمیکنه، با امت خود راهنمایی میکنه. ما یعلمه لهم و ینذرهم شر ما یعلمه لهم، و بیم بده امت خدا از شر آن چیزی که پیغمبر برش میدانه. ابن مسعود رضی الله عنه حدیثش است، این حدیث مسلم رحمه الله بود، حدیث بیهقی است. لیس شیء یقربکم الی الجنه، پیامبر علیه السلام میفرما نیست یک چیزی که شما را به جنت نزدیک بسازه الا وقد امرتکم به، مگر ما شما را مامور به انجام از او کردیم. حتما در مورد چیزی خوبه که موجب تقرب به جنت میشه او را ما براتان بیان کردیم. آیا میلاده که موجب تقرب به جنت بود چرا بیان نکرده؟ ولیس شیء یقربکم الی النار، نیست یک چیزی که شما را با آتش جهنم نزدیک کنه الا وقد نهیتکم عنه، مگر ما منع کردم شما را که او کار انجام نده. ابن شیبه، بزار، بیهقی رحمت الله علیهم این حدیث نقل کرده، حدیث سندش حسن است. الحمدلله ما یقین داریم که پیامبر یک موضوع خیر که سبب و موجب ثواب شوه و به الله ما را نزدیک میکنه قطعا پیغمبر پنهان نکرده و ترک نکرده. ما همی عقیده را داریم. پس وقتی که هر کار پیغمبر بیان کرده یا بر ما سند پیش کنه که بله میلادم کاری خیر است، پیغمبر ترغیب داده. وقت از یاد گرفتم. الله متعال ما و شما را اتباع و تابعداری صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم نصیب بکنه. و واقعا برادرها به این مسئولیت خلاص نمیشیم. در جستجو و دنبال دینتان باشه، دینتان نظر جای نمیگیره. منبع داریم معلوم دار، کتاب الله و سنت رسول الله. چیزی که ما از او پیروی میکنیم بالکل واضح است، کتاب الله و سنت رسول الله. الله ما و شما را خدمتگار تابعدار اردو منبع دین بسازه. الله متعال كل ما شمارة كامياب بكنا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.